و در همین حال ماموران امنیتی اتیومی ضد روزنامه‌نگار دیگری دستگیر شده توجیه خورشید فوزیلوف را اعلام کردند. برادرش خوشبخت فوزیلوف میگوید او به دعوت عمومی برای بزرگ تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی گمانبر است، ولی نه خودش و نه پیوندان این اتیوم را قبول ندارند. همکارم میرزانبی خالقزاد سرنوشت این خبرنگار را پیگیری دارد و در استودیو با ماست. درود بر شما. آیا مقامات امنیتی پنجکن چی میگویند؟ به چه دلیل چنین اتیومی سخت به خبرنگاران اعلام کردند؟ واقعا درست میگه شالا کوشش های زیادی ما برای گرفتن شرح مقامات امنیتی پنجکن تا این دم بی نتیجه بود و دلیل آنها برای اعلان اتهام معلوم نیست. اما خوشبخت فوزیلوف 13 مارت به رادیو آزادی گفت برادرش را روز یکشنبه و در حضور وکیل مدافع دیده است. خوشبخت فوزیلوف میگوید که برادرش از سلامتیش شکایت نداشته است، در سر و روی آثار شکنجه هم دیدن نمیشد، اما اندک لاغر شده است. با گفته خوشبخت فوزیلوف مقامات خورشید را به دعوت عمومی برای از راه زور تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی با استفاده واسطه اخبار عامه و یا شبکه‌های اینترنتی متهم کردند. این اتهام بسیار جدی هم هست و بر اساس بند قانون جنایی ممکن است فرد گناهکار را از 3 تا 8 سال به زندان محکوم کنند. خود خورشید با گفته برادرش اتهام را کاملا رد کرده و آن را تهمت ناحق در حق خودش نامیده است. واقعا قبل از برنامه گفتید که معرکه در فیسبوک برای بدنام کردن خورشید فوزیلوف راه اندازی شده است. آیا مثل تجربه های پیشین است نوشته های از نام افراد با نام های نامعلوم و عجیب و غریب؟ ببینید شالا شخص با نام شرف کریموف در فیسبوک ادعا کرده است که گویا او به تمجوی از مقامات مشغول بوده است، هرچند دلیل در این باره نآورده است. عین زمان این فرد نوشته است که خورشید فوزیلوف به قبل او راه غلط را انتخاب کرده و مردم فریبی دست زده است و دانشگاهی را هم ختم نکرده است. این نوشته خویشاوندان روزنامه‌نگار را شدیداً نگران کرده است و خوشبخت فوزیلوف میگوید که برادرش دانشگاه ملی تاجیکستان را ختم کرده، از طرف مقامات در پنجکن هم برای کارش افتخارنامه دریافت کرده است. و خورشید فوزیلوف را روز 6 مارت امسال یعنی یک هفته پیش در شهر پنجکن دستگیر کردند و در رسانه‌های داخلی کار میکرد و بیشتر در مسائل اجتماعی بخصوص مشکل مردم و کمبود مقامات مینوشت. طوری میدانیم شالا در یک سال اخیر در تاجیکستان 7 خبرنگار و بلاگر دستگیر و از 7 تا 20 سال زندانی شدند و سازمان‌های بین‌المللی هم از جمله سازمان امنیت و همکاری در اروپا و کمیته دفاع از خبرنگاران و نمایندگان کشورهای غربی حکومت را به فشار افزاینده به خبرنگاران تنقید کردند. ولی مقامات تاجیکستان میگن خبرنگاران به همکاری با سازمان‌های ممنوع گناهکار شدند. این است. تشکر برای صحبت. بینندگان عزیز داور میشم همکارم میرزانبی خالقزاد درباره اتهام به ضد خورشید فوزیلوف خبرنگار 37 ساله توجیک صحبت میکرد که به دعوت به سرنگونی حکومت متهم شده است.